داستان چهارم از مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی. نقاشان چینی و صورتگران رومی. صورتگران چینی و رومی نزد پادشاه آمدند و هنرهای خود را بر او عرضه کردند. چینی ها دعواگر شدند که آنها در نقاشی بر هم سرند و رومیان این دعوا را خلاف دانستند. پس پادشاه دستور داد هر دسته هنری خود را نشان دهد و قرار شد دو پایگاه در اختیار آنها بگذارند. هر دسته هنرمندی خود را به شاه نشان بدهند. دو خانه در برابر یکدیگر که به هم راه داشتند به هر کدام واگذار شد. چینی ها در درون خانه خود رفتند و از خزینه رنگ های گوناگون خواستند. شب و روز کشیدند تا زیباترین نقش ها را بر دیوار نمایشگاه کشیدند. هنرمندان رومی نیز در جایگاه خودشان با کوشش فراوان به صیقل زدن دیوارها پرداختند. نه رنگی به کار بردند و نه نقشی آوردند. شب و روز دیوارها را می ساویدند و آنها را چون آینه می نمودند که هر نقشی در آنها می تافت عکس می داد. کارها که انجام شد، شاه به تماشای جایگاه چینی ها آمد و از دیدار هنری آنها و نقش هایی که به دیوار نگاشته بودند در شگفت شد. با آنها آفرین گفت. آنگاه به خانه رومی ها رفت و آنها پرده حائل آویزان بین دو خانه را کنار زدند. ناگاه همه نقش های خانه همسایه به دیوارهای آنجا ظاهر شد. دیوارهای چون آینه همه کار چینیان را در خود انعکاس کردند. عکس آن تصویر آن کردارها زد بر این صافی شده دیوارها. آنچه آنجا دید اینجا به نمود، دیده را از دیده خانه میره بود. رومیان آن صوفیانند ای پدر، بیزی تکرار و کتاب و به هنر. لیک صیقل کردند آن سینه ها، پاک از آز و حریص و بخل و کینه ها. آن صفای آینه وصف دل است، صورتی بی منتها را قابل است. اهل صیقل رستند از بوی رنگ، هر دم بینند خوبی بیدرنگ. مرگ این جمله از او در وحشتند، میکنند این قوم بر وی ریشخند. کس نیابد در دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر نه بر گوهر. گرچه نحو و فیق را بگذاشتند، لیک محو فقر را برداشتند. تا نقوش 8 جنت تافته است، لوح دلشان را پذیرا یافته است. 100 نشان دارند و محو مطلقند، چی نشان بر عین دیدار حقند. رومیان نقاش مانند صوفیان راستگو هستند که کتاب نخوانده و درس نیاموخته و هنر نشناخته، با سینه صاف و خالی از رشک و طمع، کینه و بدخواهی همه چیز را می بینند و نخوانده می دانند و نآموخته آگاهند. دل را از کینه پاک کرده اند تا حقیقت در آن انعکاس گردد. عقل در اینجا خاموش است. اگر سخن گوید آنها را که رنگ از دل پاک کرده اند گمراه کننده است، از رنگ و بو رستند. ظاهر دانش را رها کرده به حقیقت اصلی رسیدند. قرائت کنندگان اولوغبک حسین زاده و شادانه همراه.